إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. دوستان عزیز، برادران محترم، امروز در ارتباط با موضوع امن و امنیت مسلمان ها و انسان های روی زمین، یکی از چیزهایی که هر مسلمان میخواهد و آرزو دارد وی است که امن باشد، در امنیت باشد، جانش در امن باشد، مالش در امن باشد، آبرو عزتش در امن باشد و عباداتی را که انجام میده بدنش در امن و عافیت باشد و جامعه که در اون جامعه زندگی میکنه اونجا امنیت باشد. بعد از مرگ پیش الله که میره قبر برش امن باشد از عذاب الله، قیامت روزی باشد که برش امنیت باشد. بعد از او که مردم یا به عذاب الله میرن یا به امن، در جنت برود و در اونجا به امن زندگی کند و نعمتها و لذتها را به دست بیارد. هر کس این را میخواهد، هر انسان، یعنی در فطرت شمی است. الله متعال امنیت دنیا و آخرت به ما و شما پیشنهاد کرده و بزرگترین نعمتی را میدانه. در بسیار آیات است که امنیت مهم است، اما الله میگه که شما در دنیا هم باید امن باشین، بعد از مرگ هم شما در امنیت از عذاب الله به امن باشین، از مصیبت ها به امن باشین، در رفاهیت و در آسایش باشین. اما امنیت خو یک نعمت است، این را در بسیار آیات الله بیان کردگی است. چه قسمی امنیت به دست آورده میشه؟ الله در قرآن میگه که شما ایمان بیارین. ایمان هم یکی از معنایش امن است، با وجودی که تصدیق و باور هم میگه. یعنی در دنیا شما ایمان بیارین، در حیاتتان، در زندگیتان، وقتی که بالغ میشین و هوشیار میشین. ایمانی را میگه که خالقتان را بشناسین، کسی که شما را پیدا کرده، جایگاه خود را بشناسین که شما مخلوق الله هستین، آفریده شدین و بنده الله هستین. و دیگه ای که الله متعال به وحدانیتش، همون قسمی که است، در رب بودنش واحد است که خالق همه کائنات است و در تصرف و تنظیم کائنات الله واحد است که همه نظم الله جور کرده و میچلانه، هر دقیقه عمل میکند. هیچ کس در کائنات حق تدخل ندارد، خصوصا در مافوق اسباب. جایی که در تحت اسباب است الله بر انسان اختیار داده او جدا است و در اوجا هم امتحان است. الله ما و شما را امتحان کرده که در این دنیا چه قسم زندگی میکنیم، بر ما اختیار دادگی است. دیگه در نظام کائنات مثلا شب و روز آوردن، مرض آوردن، مرضا را دور کردن، مصیبت ها را دور کردن، این کلش از جانب الله است. یعنی چلاندنش، تصرف در کائنات
فقط الله متعال این تصرف میکنه. دیگه هیچ کس حق نداره که در کائنات تصرف داشته باشد و یا کدام تدخلی داشته باشد و یا مرض بیاره و یا شفا بده، مصیبت ها را دور بکند، رزق بالا ببره، اقتصاد بالا کند یا اقتصاد و زندگی مردم رزقش کم کنه. دیگه کس این اختیارا را نداره. اینی چیزا کلش از جانب الله است. یا بکی اولاد میته، بکی نمیته، فرزنده. یعنی اولش ما و شما باید ایمان بیاریم که مدبر و متصرف در کائنات یک ذات است، دوم ذات نیست. خیر و شر و مصیبت و مرض ها همش از جانب از اوست. همین قسم نعمت ها هم از جانب الله است. انسان اختیار از این نداره که از پیش خود کدام مصیبت دفع بکند یا کدام نعمت برای خود جلب بکنه. به ایمان آوردن با همین قسم با الوهیتش. الوهیت یعنی که الله در کائنات معبود واحد است، یک ذاتی است که حقدار عبادت و اطاعت است با انواع عبادت ها که توکل اعتماد فقط به الله شود، انابت و رجوع و توجه فقط به ذات از او باشد، خوف از عذاب در مافوق اسباب فقط از الله ترس باشد، محبتی که به درجه الوهیت است این مختص به الله باشد، به دیگه کس نباشد. اینی ایمان آوردن و دیگه ای که دستوری را که الله نظامی را روان کرده قرآن است و سنت است. انبیاء علیه السلام را به ما شما توضیح دادگی است، خاتم النبیین. به ایمان آوردن و الله را در زندگی آمر و حاکم دانستن، یعنی یگانه مأموریتی که ما داریم مطلقاً که از او اطاعت میکنیم، آمر مطلق ما، حاکم مطلق ما، معبود مطلق ما فقط الله است. دیگه هیچ کس حق نداره که سر ما یک چیز حلال کنه یا حرام بکنه یا قوانین وضع بکنه که از این اطاعت کنین از این نکنین. اینی چیز بسیار مهم است. امروز قوانین بسیار دیگه انسان ها جور کردن و شرک کردن در پاروی قانون الله، دیگه قانون جور کردن. اگر یک کسی قانون الله را میماند میگه نه ما با دیگه قوانین مکلف هستیم باید از این اطاعت کنیم، یا میگه این قوانین وضعی که انسان جور کردگی است این به خیر ماست و در این منفعت ماست و در این زندگی خوب است، یا میگه ما خود ما حق داریم که قانون بسازیم، ایمان نداره ای آدم. میگه من خودم حق دارم دلم هر قسم قانونی که ساختم، من خودم حق دارم چی را حلال بگویم چی را حرام بگویم. ایمان نداره این انسان. بنان اینال اگر کسی میخواهد به امن باشد در دنیا و بعد از مرگ باید ایمان بیاره. ایمان ما بسیار مختصر براتون گفتم که بر ربوبیت الله را به کمی توضیح دادم که چی را میگه. بر الوهیت الله و در الوهیت دستور و قانون است، با قانون و نظام الله که کتاب الله است و سنت پیامبر است. به این ایمان آوردن و به این منقاد بودن، خودم مکلف دانستن که من فقط مکلف هستم که از این نظام اطاعت کنم، دیگه هیچ قانون و نظام نمیپذیرم. از هر قانونی که مخالف قرآن است نفرت داشتن، هر معبودی که بغیر الله است نفرت داشتن، هر کسی که دعوای الوهیت میکند از او بیزار بودن، از او جدا بودن و از اهل از او کسایی که غیر الله را عبادت میکنن و یا دیگه قوانین نمیپذیرن از او نفرت داشتن و بغض و عداوت داشتن که را کفر به طاغوت میگه. اینی را ایمان گفته میشه. اینال زمانی که ایمان آوردیم با دنیای ما به امن است، آخرت ما. در ارتباط امنیت که عام الله بیان کردگی است در سورة انعام می فرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. الذين آمنوا کسایی که ایمان آوردن. ایمان اینمی چیزا، الله را به وحدانیتش، در رب بودنش، در اسماء و صفات، در الوهیت، در قانون گذاریش واحد دانستن و تنها دانستن و خود را به حکم و دستور الله، فرمان الله، حکم الله منقاد و تابعدار دانستن، این را ایمان میگه. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، خلط نکردن، گدواد نکردن این مردم ایمان خودان را به ظلم. ظلم چیز؟ شرک میگه، یعنی
دیگه قانون، دیگه نظام در زندگی خود قبول نکرد. اگر کسی بگوید که من هم اسلام قبول دارم، هم کمونیسم و هم سیکولاریسم و هم یهودیت و هم مسیحیت و ایرا بگوید که این چیز است، باید نظرت وسیع باشه، باید هم دیگر پذیری داشته باشیم، انسان اجتماعی باشیم. بعضی میگن اجتماعی باش. اجتماعی چه معنا؟ در جامعه که هر مرض است و عقاید کفری است، شرک است، ظلم است، گناه است، کلش قبول کن. اگه کسی بگه که من هم اسلام قبول دارم، هم یهودیت، هم دیگه قانون الله را، هم دیگه قانونه، هم الله را، هم دیگه معبود داره، هم الله را متصرف میدانم، هم دیگه کسا را، اولیاء الله را مثلا بگه مردا و قبرها اولیاء الله اختیار دارن، یا میتونن به مردم خوشی بیارن و غم بیارن، مصیبت بیارن، مرضا را شفا بتن، مردم رزق بتن، رزقش بالا ببرن. اگه این گپ کسی این عقیده را داشت، الله میگه این ایمان نداره، این مشرک است، ایمان مخلوط الله قبول نداره. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. خلط نکنه ایمان خود به ظلم یعنی شرک، به شرک یک جایش نکنه. اگر به شرک یک جای شد، بازی ایمان نیست. اولئک لهم الامن. اولئک برای همین کسایی که تو ایمان آورد که دو هیچ شرک موجود نشد، نه شرک در رب بودن الله در عقیدش آمد و نه در اسماء و صفاتش، زیرا بسیار صفات الله دارد، و نه در الوهیت و معبود بودنش، و نه در قانون گذاریش کسی دیگر شریک نکرد. اولئک لهم الامن. الله میگه برای اینی انسان ها امنیت است. کدام امنیت؟ امن بودن از عذاب الله در دنیا و آخرت. دنیا هم الله این مردم و این جامعه را و این نوع حکومت و این نوع دولت جزا نمیده، و در آخرت هم الله میگه برای از این میا امن است که از عذاب الله، از عذاب آتش نجات پیدا میکنه و هم مهتدون و اینا به هدایت هستند. یعنی برای درست اینی مردم روان است. اینا بعضی هم میگن ما امن میخوایم در عقیده کفر و شرک یا نظام کفری و شرکی. این امکان نداره، محال است، ناممکن است که یک نظام کفر و شرک قبول کنی، قوانین غیر قرآنی را قبول کنی و باز بگویی که من میخوایم امن باشم، در رفاهیت باشم، هم در دنیا و هم بعد از مرگ. حتی این موضوع را الله متعال در یک آیت دیگه هم توضیح میده. در سورة نور الله میفرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. سعی کنین در این آیت الله میگه که کسایی که وعده کردگی است الله به چیزی که الله وعده کند قدرتمند است و را پورا میکنه. بکی الذین آمنو، با کسایی که ایمان آوردن. ایمان ما بسیار مختصر براتون گفتم که چی است. اینا الله متعال در این آیت میفرماید که وعد الله الذین آمنو، وعده کرده که الله الذین آمنو کسایی را که ایمان آوردن. ایمان ما بسیار مختصر گفتم که اسماء و صفات رب بودن الله را قبول کردن و الوهیت که حقدار عبادت و اطاعت فقط الله است، و دیگه ای که نظام و قانون از جانب از او است. دیگه هیچ نظام و قانونی نمیتونه در زندگی ما مداخله داشته باشد و یا من اجازه ندارم که دیگه نظام و قانون قبول کنم. باز میفرماید و عمل الصالحات، کسایی که ایمان آوردن و عمل کردن نیک. ایمان مفید فایده رسان و نمو است که دو عمل باشه. عمل اگر عمل نبود او فایده نداره. مثل که حال یک کافر ایمان خود قلب است، تا که عمل علامش به عمل است. اگر کدام علامه و نشانه ایمان در وجود ما دیده نشه، فقط در بین کافر و مؤمن دیده نمیشه که کی مؤمن است کی کافر است. حالا او هم میگه من ایمان ندارم، این میگه من دارم، ولی عمل کلش یک قسمت، هر دوش یک نوع عمل داره. اینجا هیچ فهمیده نمیشه کی مؤمن است کی نیست. بنان و عمل الصالحات، همون مؤمنینه که عمل صالح میکنه. عمل صالحی را میگه که مطابق قرآن و سنت عملش میباشد. باز میفرماید که الله بینمی مؤمنین صالح مؤمنین با عمل وعده دادگی است که
چی کار میکنه؟ لیستخلفنهم فی الارض. حتمی الله، لام بر تاکید است، نون ثقیله بر تاکید است. حتمی خلافت و حکومت قوی دنیا را بر از اینا میته. یک حکومت بسیار قوی را، خلافتی را میگه کل مسلمان ها یک جغرافیا و یک رئیس دولت می داشته باشه، مثل خلفای راشدین که میگیم ابوبکر صدیق رضی الله عنه، اولین خلیفه مسلمان ها، یا عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین که 11 سال در حکومت بود، در دوران حکومتش 2.5 سال یعنی تقریبا 11 سال 2 امپراتوری دنیا را شکست داد و نظام الهی را تطبیق کرد. مردم دنیا به امن زندگی میکردند، امنیت آمد. عثمان رضی الله عنه خلیفه سوم اسلام که 11.5 سال در قدرت بود و با برکت و سعی و تلاش خلافت از او اسلام در سرزمین خراسان آمد. اگر ما و شما در وقت مسلمان نبودیم، پدرها و نیاکان و آبای ما و شما ایمان نداشتن. علی رضی الله عنه و بعد از معاویه، حسن و معاویه رضی الله عنه، اینا بسیار خدمت ها بعد از دیگه خلفایی که آمدن. یستخلفنهم یعنی در وقت چی بود؟ کل مسلمان ها از عرب گرفته تا خراسان و عجم کلش یک حکومت، یک جغرافیا، یک رئیس دولت. بخوانین زندگی خلفا را چه قسم بود. زندگی عمر رضی الله عنه، حکومتی که در وقت بود، جامعه اسلامی را در وقت مطالعه کنین اگر نمیفهمین. عثمان رضی الله عنه چه قسم حکومت کرد. افغانستان کی مسلمان شد؟ وقتی که افغانستان مسلمان شد چه قسم حکومت در اونجا وجود داشت؟ بین مطالعه کنین خودتان میفهمین. بعضی هیچ متوایی فکر میکنن. الله میگه حتمی خلافت یک حکومت قوی را برتان میتیم. لاستخلفنهم فی الارض، در روی زمین برتان حکومت میتیم، خلافت میتیم. بعد از اون میفرماید که ولا یمکنن لهم، و حتمی قادر میسازیم ما، اقتدار میتیم، جای میتیم، یعنی یک نظام، یک حکومتی که نظام الله در او حاکم باشد، قانون الله حاکم باشد، قرآن حاکم باشد. ولا یمکنن لهم دینهم، الله میگه ما جای میتیم، قدرت میتیم بر از اینا، دینشانه، قانونشانه، نظامی را که الذی آن دین ارتضا لهم، الله ای را بر از اینا انتخاب کرده. یعنی الله میگه دین ما براتون انتخاب کرده. مثل که در سوره مائده میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دینتان، قانونتان، نظام زندگی کامل است، کاملی که در هر بخش قانون است. به هیچ قانون دیگه ما شما ضرورت نداریم، به هیچ نظام دیگه ضرورت نداریم. و اتممت علیکم نعمتی، و این قانون دین کامل بزرگترین نعمت الله. و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام من حیث قانون زندگی شما انتخاب شده. ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین بدون شک دین و قانون زندگی عند الله، آنچه که به نزد الله است و معتبر است و مقبول است، الاسلام، فقط اسلام. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، کسی بغیر از اسلام دیگه دین، دیگه قانون شعار بته، عمل کنه، به او تابعدار باشه، فلن یقبل، هرگز قبول نمیشه. کل سعی و تلاش چیست؟ و فی الاخرة من الخاسرین، این در آخرت از جمله تباه شونده و هلاک شونده و زیانکار و ناقص است. اونجا که میاد به طرف آتش میره. سعی کنین. الله میگه ولا یمکنن، حتمی ما تمکین میتیم، اقتدار میتیم، قدرت میتیم بر از اینا دینشانه، الذی ارتضا لهم، آن دینی که الله بر از اینا انتخاب کرده. فعلا دین ما و شما، نظام ما و شما، قانون ما و شما در روی زمین اقتدار نداره، فعلا نداره. فعلا در زندگی خانوادگی ما از قانون اسلام پیروی نمیشه، در زندگی اجتماع قانون اسلام حاکم نیست، در زندگی اقتصادی ما قانون اسلام نیست، در زندگی سیاسی ما وجود نداره. همیال میبینید نامش جنایت است، جنایتکار است، مطابق قانون اسلام مجازات نمیشه. حتی یک نماز بسیار به ترس و لرز میخوایم، یک نمازی که در مسجد امیر سعی کنین خواندن نمیتونه، بسیاری از ترس یک نماز خود به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک مسجد خواندن نمیتونه. فعلا دین در زندگی ما شما وجود نداره. فردی است اگر یگام طاقت اون
فساد موج میزنه، ظلم موج میزنه، بی امنی موج میزنه. چرا؟ به خاطر که ما مؤمن صالح نیستیم. اکثریت ما اکثریت ما مؤمن صالح نیست. یک حکومتی که مسلمان ها متحد باشن، یک پارچه باشن و دین الله نافذ شود، اونجا نیست. اینا سعی کنین. با الله میگه وقتی که دین حاکم شد، حکومت قوی آمد، بعد از چی میاد؟ امنیت میاد. ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. حتمی الله تبدیل میکند بر از اینا بعد از ترسشان امنیت ها. سعی کنین تا که خلافت، حکومت قوی نامده، دین الله، قانون نظام الله در همه بخشای زندگی مؤمنین و انسانها نافذ نشده، امنیت آمدنی نیست. و واقعا همینطور بود. مسلمان ها را که شما زندگی پیامبر مطالعه کنین، سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، زندگی صحابه را، در 13 سال مکی که حکومت نبود، دین الله نافذ نبود، بسیار مشکلات بود. حتی عقیده خود کسی اظهار کردن نمیتونست، عبادت کردن نمیتونست. زمانی که پیامبر در مدینه آمد، خلافت حکومت ایجاد کرد، بعد از او قانون الله نافذ شد، اونجاست که باز امن و امان آمد. امن و امان اون وقت میاد. حالا هر قدر که ما میگیم از این طریق امنیت میاریم، امکان نداره. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. حتمی تبدیل میکنیم بعد از ترسش از کافر، از دشمن، امنن امنیت. امنیت در دنیا وقتی میاد که نظام الله، قانون الله اونجا اقتدار پیدا کنه و اونجا یک حکومت قوی موجود شود. سعی کنین اینال الله میگه امنیت که میاد بر مؤمن، امنیت به خاطر چی است؟ به خاطر عزیز که یعبدوننی، بعد از این عبادت مرا بکنن. یعنی عبادت های خاص، نماز، روزه، زکات، این عبادت های هم که نظام و قانون و ما اطاعت کنن. لا یشرکون بی شیئا، شریک نمیکنن با ما. یعنی هیچ کسی را، هیچ چیزی را، هیچ قانون دیگه در زندگی خدا نمیخوان، هیچ معبودی را نمیخوان و از هیچ کسی اطاعت نمیکنن که دستور و خواهشش مخالف دستور الله و نظام الله باشه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بعد میفرماید و من کفر بعد ذلک، کسی کافر شد بعد از این نعمتا، فاولئک هم الفاسقون. اینا فاسقا و نافرمانا و کافرا و اینا به سخت‌ترین جزا میره. و واقعا که ببینین نظر به این آیت، الله میگه اگر میخواین امنیت بیاد، دین و قانون خود چنگ بزنین، دین الله را، نظام الله را و انسان ها چنگ بزنین. در غیر از او امنیت نیست. الله در قرآن میگه کسی نظام مرا، دستور مرا، آیات قرآن قبول ندارد، بر از اینا امن نیست. ان الذين يلحدون في آیاتنا، سورة حامیم سجده یا فصلت آیت 40 است. ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا. کسایی که الحاد میکنن، کجروی میکنن، انکار میکنن در آیات ما. آیات الله چیست؟ قرآن، دستور و نظام. در فرامین ما الحاد میکنن، انکار میکنن، کجروی میکنن، جبهگیری میکنن. لا یخفون علینا. الله میگه اینا از ما پنهان شده نمیتونن. افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامه. افمن یلقى فی النار، آیا آن شخصی که انداخته شود آتش، خیر، ای بهتر است از نگاه زندگی و امنیت، ام من یأتی آمنا یوم القیامه، یا او کسی که میاد به امن در روز قیامت. یعنی یک کسی در روز قیامت حکم میشه با آتش انداخته شه، یک کسی دیگه که به امن میاد، از آتش نجات میافته. کدام ازی بهتر است؟ سعی کن. اینجا الله میگه ما میخوایم که شما در آخرت هم به امن باشید، اما کسی که الحاد میکند، این در روز قیامت محکوم به عذاب آتش میشه. در دنیا هم میتو تباه و برباد است، در آخرت هم. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. عمل کنین هر چی که میخواین. الله تهدید میکنه اگر نظام مرا قبول ندارین، آیات مرا، دلتان هر عملی که میکنین، انه بما تعملون بصیر. بدون شک الله با اعمالی که انجام میدین بصیر است، میبینه شما را، شما چی میکنین. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. بعد از این کسایی که انکار کردند به قرآن، زمانی که قرآن قبول نداره، قانون قرآن در زندگی خود نمیخواه، با او عمل نمیکنه. ما و شما قبول داریم وقتی که حکم الله در عملی بیاد، باز هیچ
باز میگیم باش مردم چی میگه، روا چی میگه، مردم ما را دو میزنه، مردم ما را بد میگه، قوم و قبیله چی میگه، بیاب میشیم والا این میشیم مو میشیم. مسلمان های ما شما کفر عملی دارن. خب حالا این قرآنی را میگه، پیامبری را میگه، قربانی از ایشان کی عمل کرده نشان بده مسلمان ها. یعنی این مسلمان های قرن 21 تو را یک مصیبت نیست. باز میگه چرا تو زندگی ما مصیبت باره، چرا 40 سال در کشور جنگ است. 40 سال اگر تو بفهمی در کشور 40 سال نیست، عذاب الله بیش از 100 سال در اینجا عذاب است، خبر نیستی که 40 سالش در جنگ است. به خاطر که تو منقاد تسلیم به حکم الله نیستی، عمل نمی کنی، فکرت خراب است، عملت سوء است، عملت باطل است، عملت گناه است. گاهی وقت خدای تا مردم جور کردی، گاهی وقت رواج جور کردی، گاهی وقت قانون فلانی خان میگه، گاهی وقت میگه فلانی خان میگه به من. الله را فراموش کردی، کتابش را فراموش کردی، نظام الله را، دستورش، ذاتی که تو را پیدا کرده روزی میتا، حیاتت به قبضه از تو را فراموش کردی. چه قسم بر تو امن بیاد؟ پس امن و امان بسیار نعمت کلان است، اما بدون ایمان، بدون کتاب الله، بدون نظام الله ناممکن است. بیاین ما و شما دنیای خود هم به امن بسازیم. هر کسی که امن میخواد به نظام الله چنگ بزنیم. امنیتی هم که میاد در دنیا و هم نسبی سی تو نیست که ما و شما کل خوشحالی ها را به دست بیاریم. نه، در دنیا خوشحالی مطلق نیست، او در جنت است، امن کامل در جنت است. الله و جنتی ها که در جنت میره میگه ادخلوها بسلام آمنین، داخل شوین در جنت به سلامتی، آمنین به امن. امن واقعی اونجاست. اینجا خو هر قدر چی باشی، مرگ خواست، از مرگ مریضی خواست، حوادث و مصیبت ها وجود داره. جنتی ها که در جنت میرن میگن انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، ما قبلا در دنیا میترسیدیم از عذاب الله، بدتر زندگی میکردیم. فمن الله علینا، احسان کرد الله با ما، و وقانا عذاب السموم، حفاظت کرد ما را از عذاب آتش سوزان. انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، یقینا ما در دنیا فقط الله را عبادت میکردیم، فقط از او اطاعت میکردیم و الله ما را به سبب همی که اطاعت از نظام الله کردیم اینجا به امن گردانید. دوستا، امنیت نعمت کامل است، اما بدون نظام الله، بدون کتاب الله، بدون یک حکومتی که منقاد به دستور الله باشه امکان نداره. ما باید کوشش کنیم که او با ایمان و عمل صالح و با دستور و فرمان الله به دست میاد دنیای خود هم به امن بسازیم، قبر هم بر خود به امن بسازیم، و قیامت هم و می قسم از عذاب آتش هم خود را به امن بسازیم. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر و رب الرؤوف الرحیم.